بسم الله الرحمن الرحیم. من که میترسم الان توی اومدم پلیس امنیت گفت که نرید اینجا تذکر دادن اینجا فضا سیاسی نیست. اگه فضا سیاسی نیست چیه؟ میتینگ‌های ریاست جمهوری در دنیا پر از شادیه، تو خیابان‌ها پر از گل و شادی و تنوع افکار و تفکیرات. همین رو کفایت میکنه در واقع که به من که قطعا سنفی هستم اختار میدن که سیاسی صحبت نکنم. من از سنفی هستم. من در کل کانون سنفی معلمان به معیشت معلمان کار دارم، به امنیت معلمان کار دارم، به منزلت معلمان کار دارم که هیچ کدومش نیست. آقای موسوی نه نام به ما میدن تا توان ایستادن داشته باشیم، نه امنیت برای ما وجود داره تا توان گفتن داشته باشیم، و نه عزت برای ما گذاشتن تا منزلتمون حفظ بشه. در بهارستان ما رو می‌بینن بدتر از ترس ظاهری سکوتام اگر در خیابون باشه خیلی بهتره. اما اگر به خونه من تلفن زده باشه بچه منم میترسه، من اون نوه کوچیکم میگه بابا بیا بادیگاردت بشم، محافظت بشم، بیا بعد خیابونا نگیرنه. آقای موسوی فضا در فرهنگ باید باز باشه. سیال تا ایران اون عظمت ایران بزرگ برسه. اینجا سرزمین مردان بزرگه. اولین حقوق بشر جهان در ایران نوشته شده مثل بزرگ مردان ایران. حالا در این بعد 3000 سال حقوق بشر ذره رعایت نمیشه. آزادی بیان نیست، آزادی گفتار نیست. تو کلاس ها هم ما رو و منو در نیمه سال از مدرسه میکشن و بازنشستم میکنن اجباری. آقای موسوی این وضعیت فرهنگ ایرانه. کار سختی رو شروع کردیم. من شما رو دوست دارم، من شما رو کاملا میشناسم. من از همرزمان کسانی بودم که شما بهشون افتخار میکنید. من تو کانال سوم فکر بودم که حاضر من رو باقامی آقای ثابت بشینن و گفتم برای آزادی ایران تمام خونم میدم. رفیقانمون همه تو کانال سوم دوران کمک شهید شدن، همه شهید شدن. اوگی اون سردار بزرگ تا آخرین گلوله آبی رو 10 روز مقاومت کرد در اونجا. این چه فضای فرهنگی که معلم ها جرأت سخن گفتن نداشته باشن در یک فضای کاملا بسته، کاملا محیط فرهنگی. و عجیب این که کسی که رئیس جمهور ما قانون اساسی رو اصلا اجرا نمی‌کنه، قسم خورده به قانون اساسی رو اصلا ایشون فکر می‌کنن قانون اساسی رو مطالعه نکرده. چرا من باید بگم آقای رئیس جمهور وقتی من رفتم بگید چرا باید بگم آقای رئیس جمهور قانون خدمات مدیریت خدمات کشوری 2 سال آقای موسوی تصویب شده که بچه‌ها رو بارها گرفتن برای اجرای قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده. شورای محترم نگهبانی رو تایید کرده. بودجه آقای ثروتی آقای حاج بابایی میگن 15,000 میلیارد ریختن تو حساب دولته. بعد معلمان نمیدن، بعد معلمون نداره. این سرمایه اندوزه کجا؟ صندوق ذخیره فرهنگیان که میلیاردها مالی حدود 20 میلیارد این حساب باید ریخته بشه، چون از معلمان همه انجام دولت بده، اما دولت تعهدش عمل نمیکنه. این سرمایه ها خودش کجا میره؟ درود بر معلمان روستایی ما، درود بر معلمانی که در بنادر و جزائر زندگی میکنن و معلمانی کشور رو تربیت و شاگردانی کشور رو تربیت میکنن. درود بر معلمانی که الان
زندان آقای نوبینیان، آقای رحمتی، آقای مجیری، آقای افسری، آقای قدیمی و 100 سال بیشتر تبعیدن، 100 سال زندانی شدن. هیچ حکومتی در تاریخ ایران نداره که معلمان قدر زندانی بشن. این چه فرهنگی مسئولی صدای فرهنگ برسید. ما مقلدان امام و کسانی هستیم که انقلاب رو ایجاد کردیم. الان خود رهبری هم بارها تاکید کرده که این آموزش پرسی رو تغییر بدید. فرشیدی اومد تغییر نداد. علی احمدی رو آوردن که بشه برای مسئله انتخابات اینا بازو بشه و انتخابات احمدی‌نژاد رو برگزار کنه. یک پولیس کاملا تمام معنا. من ده‌ها بار از ملاقات خواستم، ملاقات نمیده. گفتم آقا از اون کیفیان مثل اما پیغمبر بیاراتون تو گوشتون پنبه بزنید، بذار سخنان ما رو گوش کن، اگه درست بود عوض کن. هنوزم اجازه ملاقات با ما ندادن آقا صحبت بکنه. یک وزیر جرأت یک صحبت معمولی رو با یکی از اعضای کانونها نداره. من از همه اعضای فعال پارلمان ایران، کانونهای ایران، سربازان گمنام ایران تشکر میکنم که با حمایت خودشون مانند خان علی که در سال 40 شهید شد و این مصیبت خان علی شهید شده روز 12 اردیبهشت، روز معلمه و خان علی بنیانگذار این کار بعد جدان تغییر پیدا میکنه و مدارس ایران الان 4200 مدرسه رو میخوام بدن به یک قشر دیگه. من با اون روحانیت مخالف نیستم، اما این توحید مردمان کشوره که فهمیدن یعنی آقا برداری یکی که معلمان عهده اداره فرهنگ‌ها رو ندارن. چرا این کار رو باید بکنید؟ من قانون اساسی رو با آقای موسوی میگم که این بندها رو حداقل بخونن برای فرهنگیان. بند 2 قانون اساسی 6 8 9 10 21 22 23 26 27 این میتینگ‌های ما رو آزاد اعلام میکنه. 28 32 38 29 171 121 و این بندها رو اساس قانون اساسی به قانون اساسی رو باید عمل بشه. همین حد هم عمل نمی‌کنن. از همه متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.